خوب طالبان تمام جمهوری کسانی که امروز با خلق همراه هستند در کمک خلق هستند هزار رحمت به شما و به آن طبیبانی که امروز خلق به آنها محتاجند با بانه‌های گرفتند امروز روزی سختی در همراه خلق نیستند گرفتند با بهانه‌های در هر یک کنج بجا شدن باور که من شرم می آید با کدام وجدان امروز خلق با این فرمای ما احتیاط دارد نکتب گرفته در کینگ جا بجایی دکتر رحمت‌الله ممکن است اینا فعلش موسفه نفقخر 4 شبانه روزی پیش نبیره ها فرزندا خونه نرفته نفقخر این عیب نیست که دختران جوان از کار نترسن این عیب نیست روزادار است روزادار ایمونیتت میگه پس باشم میگریزن ایمونیتت این سفید پس نیسته امروز در بر ما جوانان همین سفید چخته 4 شبانه روز در 4 شبانه روز 8 ساعت خواب کرده در 96 ساعت کاری 8 ساعت خواب کرده همین کسکل همین اشکیل را بکش همین مردم قهرمان خود شبا بینن رنگ دیگرها بزیدار نگریزن ما در خلق خدمت میکنیم انشاءالله با خواهش الله اهمی سختی ها اهمی چیز رو میرویم میریم ما باوری داریم که دیگه توان هم شده من با خلق خدمت میکنم ما در خدمت خلق سلامت باشیم من شما را بگردم رحمت کلام باید چی گویم خوی این همه تینجی میشه و انشاءالله همه تینجی میشه تو روزی دیگه میای من تو سؤال میتونم در روزی سختی تو در کجا بودی امروز بعضی طبیب های ما خدمتی صافدلانه کردن امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان به آنها شفای کامل شفای عاجل میگم رحمت به آن طبیبایی که امروز با طبیب بلند در بسترش لگن هزار رحمت برای خدمت های شما از خلق التماس میکنیم خواهش میکنیم که در جای جمعیتی به نقاب نگردن التماس میکنیم خدا نگهبانتون ما با شما هر چند قدر که میتونیم از اون میرسه به شما خدمت میکنیم ما شما را دوست میداریم مردم ما شما را دوست میداریم ما هم پدر داریم مادر داریم ما هم فرزند داریم ما شما را به مانند پدر و مادر به مانند فرزند